فود بلاگر هستم. اگه میخوای بدونی چجوری درست شدم، ادامه ویدیو رو ببین. سلام عزیزای دلم، وقتتون بخیر باشه. بریم برای آموزش این انیمیشن وایرال. ساخت این انیمیشن نیاز به 3 مرحله داره. مرحله اول سناریو نویسی، مرحله دوم ساخت عکس و مرحله سوم تبدیل عکس به ویدیوه. برای سناریو نویسی ما میایم از سایت چت جی پی تی استفاده میکنیم که اکثرا شما باهاش راحت ترین. من وارد چت جی پی تی شدم و یه متن رو خودم اینجا از قبل تایپ کردم براش که زمان ویدیو رو خیلی نگیره و این متن رو میخوام که برام ویرایش کنه و برام پرامپت تولید عکس رو بفرسته. شما میتونید خودتونم مستقیم از چت جی پی تی بخواین که این متن رو خودش بفرسته، اما من براش خودم تایپ کردم که دقیقاً چی میخوام که نسبت به این متن من برام پرامپت رو بنویسه. بهش گفتم یک دختر بچه توپل بامزه به سبک پیکسار با چشمان مشکی بزرگ و درخشان و گونه های سرخ، لبخندی شاد روی کوسن نشسته باشه، موهاش بلند و فرفری باشه و بک‌گراند تصویر نشیمن و پذیرایی منزل باشه. و در آخرم براش نوشتم که این پرامپت رو برای تولید عکس برای سایت جمنای میخوام، برام ویرایش کن و بفرست. پرامپتی که برای ما فرستاد پرامپت انگلیسی هست، اما چون سایت جمنای فارسی رو به خوبی پشتیبانی میکنه، من اینجا ازش خواستم که پرامپت رو برام به زبان فارسی دوباره بفرست، چون با زبان فارسی هم سایت جمنای کاملا اوکیه و عکس رو خیلی خوب میسازه. تصویر چهره رو اصلا تغییر نمیده و خیلی طبیعی درست میکنه. برای همین از جمنای برای تولید عکس استفاده کردم و این پرامپت فارسی که برام فرستاد و میام انتخاب میکنم متنش رو و کپیش میکنم. حالا از چت جی پی تی خارج میشیم و وارد جمنای میشیم، حالا یا وارد سایت یا اپلیکیشن جمنای. و اگر شما هنوز جمنای رو نصب نکردین و موفق نشدین راه اندازی کنین، من لینک پست آموزش نصب و راه اندازی جمنای هم توی این پست براتون گذاشتم. متنمو وارد جمنای کردم و ما الان میخوایم این عکسی که برامون میسازه که یه دختر بچه توپل بامزه است، دستش یه دوغ آبلی و جلوش هم یه ماکارونی باشه. حالا چون دوغ آبلی رو ممکنه که جمنای نشناسه، میام چیکار میکنم؟ عکس دوغ آبلی رو اضافه میکنم و همچنین به متنم هم اضافه میکنم. مثلا الان من اینجا مثبت رو زدم، گالری رو انتخاب کردم و دوغ آبلی که قبلا عکسش رو از توی سایت حالا یا گوگل دانلود کردم اینجا اضافه میکنم و تو متنم هم اضافه میکنم که دوغ آبلی در دست دختر باشه و براش میفرستم. کمتر از 1 دقیقه برامون عکس رو تولید میکنه و میسازه. و الان که برای من عکس رو فرستاد، شما نگاه کنین ابعاد عکس هنوز مناسب ابعادی که ما میخوایم حالا برای یوتیوب یا اینستاگرام نیست، که مهم نیست چون بعداً درستش میکنیم. و عکسی که فرستاد و اگر شما با خود کاراکترش اوکی بودین که همین کاراکتر رو انتخاب میکنین، اگر نه بازم تو متنتون ویرایش میدین و میخواین که حالا قیافش رو عوض کنه، دوباره بفرسته و تغییرش میدین. الان اینجا این عکسی که برای من فرستاد واقعا بامزه بود، من خوشم اومد. حالا میام اضافه میکنم بهش که میخوام یه بشقاب ماکارونی که روی ماکارونی ها تیکه های کوچک سیب زمینی هم باشه جلوی این دختر باشه و این متن رو که نوشتم دوباره براش میفرستم. حالا من بهش اضافه کردم که یه قاشق توی بشقاب ماکارونی هم باشه، اما شما براش بنویسین که یه قاشق و چنگال باشه، چون بعداً توی تولید ویدیو ممکنه یه کوچولو اذیتتون کنه. پس این قسمت بنویسین که حتما تو بشقاب ماکارونی قاشق و چنگال باشه و منتظر میمونیم که دوباره عکس رو برامون بفرسته. واقعا این عکسی که درست خیلی بامزه بود، من خیلی خوشم اومد، اما شما بازم میتونین توش تغییر ایجاد کنین حتی اگه عکسی که میفرسته رو خوشتون نیومده. اینجا خب عکس رو برام فرستاد، اما ببین حقیقتا این رنگ و لعاب ماکارونیش یه ذره کم رنگه که من برای اینکه جذاب تر بشه دوباره بهش یه پرامپت میدم، یعنی براش تایپ میکنم که رنگ و لعاب ماکارونی رو یه ذره خوش رنگ تر کن و تکه های سیب زمینی هم یه کوچولو بزرگتر باشن و دوباره براش میفرستم.
خب عکس رو برام فرستاد. این دفعه یه کوچولو برام دقیقاً تغییرش داد و همین عکس کاملا اوکیه. پس سیوش میکنم و حالا از جمنای خارج میشیم، گوگل رو باز میکنیم. حالا باید وارد سایت ویسک بشیم که من اینجا چون قبلا زده بودم ویسک رو تایپ کردم برام آورد. شما سایت ویسک که همین گوگل لبز میشه، لبز گوگل FX، با این حالا نشونه رو انتخاب میکنین و حتما ببینین که سایت رو باید درست انتخاب کنین. باز من توی دیسکریپشنم آدرس سایت رو براتون گذاشتم. زمانی که وارد سایت ویسک شدیم، مثل هر سایت هوش مصنوعی یا هر سایت دیگه ای، اول باید با جیمیلمون ثبت نام کنیم که من چون حالا از قبل ثبت نام کردم، جیمیلمو انتخاب کردم و به راحتی وارد سایت شدم. پس دقت کنین که حتما ثبت نامتون رو انجام بدین و نگاه کنین الان این افی که زده یعنی من ثبت نام کردم و وارد سایت شدم و الان روی گزینه اینتر تول زدم و این قسمت توی قسمت سابجکت میام روی گالری میزنم و اینجا آیگری رو میزنم و عکسم رو انتخاب میکنم. همون عکسی که از جمنای دانلود کردیم و انتخاب کردیم و دوباره توی قسمت پایینی کادر پایینش همون عکس رو انتخاب میکنم و دقت کنین که این تیک بغل عکس که به رنگ زرد هست حتما باید روشن باشه تا تغییرات روی عکس انجام بشه. ما هیچ تغییری نمیخوایم فعلا، یعنی رو عکس انجام بدیم. منظور از تغییر فقط ابعاد عکسه که میخوایم ابعادش رو به 16:9 که برای یوتیوب یا 9:16 برای اینستاگرام تبدیل کنیم که من الان چون برای یوتیوب خواستم 16:9 انتخاب کردم و دیدین که قسمت ابعادم از کجا آوردم. حالا یه دور دیگه نگاه کنین که کاملا اوکی شین و اینجا منتظر میمونم تا عکس رو برای من ابعادش رو تغییر بده. خب الان عکس سمت چپی کاملا اوکیه، یعنی اندازش هم هیچیشو تغییر نداده، اما عکس سمت راست رو یه کوچولو برامون گرفت بزرگش کرد که من از همین عکس سمت چپ استفاده کردم. عکس سمت راست ببینین یه ذره کاراکتر کلا بزرگ شد، ولی از همین چپی استفاده کردم و همینجا روش که یه ذره کلیک کنین، این گزینه جنریتو که شما انتخاب کنین هدایتتون میکنه به تولید ویدیو. پس از همین سایت ویسک برای تولید ویدیو هم استفاده میکنیم. یعنی واقعا این ساخت انیمیشن خیلی راحته، این آموزشی که دادم با این روش. حالا میایم پرامپت تولید ویدیو رو مینویسیم که خودمونم مینویسیم. من براش نوشتم این دختر دوغ رو کنار بذاره و ماکارونی بخورد و بعد درب دوغ را کامل باز کند و با صدا دوغ بخوره و چهره دختر رضایت بخش باشه. این پرامپت رو براش میفرستم و دقت کنین هرچی این متن رو شما جز به جز و ریز به ریز تر توضیح بدین بهش، ویدیو خیلی بهتر و با کیفیت تر و دقیق تری رو تحویل میگیرین. حالا چون برای آموزش هست من یه بار ویدیو رو ساختم، اما شما هر دفعه که دیدین حالا یه قسمتش ایراد داره، مشکل داره یا نتونسته خوب بسازه، دوباره 2-3 بار دیگه درخواست بدین تا ویدیویی که یعنی واقعا نظرتون بهترین بود و سیو کنین برای خودتون رو دانلودش کنین. الان اینجا برای من ویدیو رو فرستاد و پلی کنیم. ویدیویی که برامون ساخت با صدای کاملا طبیعی بود و من هیچ تغییری دیگه روش نخواستم انجام بدم و چون خیلی خوشم اومد دانلودش میکنم. گزینه دانلود رو زدم و با بالاترین کیفیت ویدیو رو دانلود کردم و شما با سایت ویسک میتونین با هر جیمیلتون تا 10 تا ویدیو به صورت کاملا رایگان بسازین. اگر این آموزش رو دوست داشتین و از اکسپلور این پست منو دیدین، خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنین.